شاید هیچ وقت از این گوشی بیرون نرفتی، اما شاید یک روز خروج کردی. این صدای جستجوست، جستجویی برای یک زندگی دلپذیر، سفرهای متعددی که مقصد تعیین شده نیست. مقصد خود را نشان می دهد. صداها شنیده می شوند، گفته ها گفتیده می شوند، راه ها رفته می شوند، پاها به گردش در آمده جنبانده می شوند، رویده می شود، تغذیه شده و باز هم خروج. این صدای رقص در قوانین طبیعت و اجازه های داده شده به من به عنوان یک انسان، این صدای پا و من پایین می روم از پله ها. خدای بزرگ به من، کسی که هنوز او را نمی شناسم، کسی که انگار سالهاست از من جدا شده و من فقط وقتی کودک است به خاطر می آورم، میافتم جایی که عشق یه استخر عشق صدای شکسته شدن تخم مرغ زیر پاها، صدای جیر جیر، انگار یه چرخ، یه زنجیر روی یه دونه چرخ، انگار یه یاتاقان روغن خورده نشده، سالها بهش رسیدگی نشده میاد. صدای سگ وقتی که داره حرفشو در پسیو ولی بسیار سگ خبرها رو میرسونه. سگ همیشه عاشق توه و خبرها رو بهت میگه و ازت محافظت میکنه و از کسایی که میخوان بهت صدمه بزنن از تو دفاع میکنه، در برابر اونا از تو دفاع میکنه. صدای پا، صدای تکون خوردن کیف وقتی که روی دوش یه مرده، یه مرد که تازه متوجه شده مرده، یه مرد که داره مرد میشه. این مسیر تا ابده، تو همیشه مردتر میشی، همیشه مردتر میشی. و نگاه کن ببین که چقدر کلمه مرد، ساختار مرد، چارچوب مرد، قدردان مرد، آرام مرد، استوار مرد،
کوهی مرد سوی، به دنبال چه کسی میگردی؟ این یه سواله که من و رفیقم موقع‌هایی که با هم بودیم تو دوران راهنمایی اولین بار مطرح کردیم و اول اون مطرحش کرد. اون هم یه فرد بود. اون گفت بیا یه آهنگ بسازیم به عنوان اینکه دنبال چی میگردی؟ داری چی رو جستجو میکنی؟ و تلاشمون برای این کار واقعا فوق‌العاده بود. من مطمئنم که شاید یک روزی با اون فرد به این مسئله مستقیما پرداختیم. داداشمی عزیزم، مسیر واقعا دلپذیره، مسیر واقعا دلچسبه، مسیر واقعا خواستنیه، مسیر واقعا دوست داشتنیه، مسیر واقعا چیزیه که هیچ وقت تموم نمیشه و توی این جستجو همیشه چیزای جالب هست، همیشه درک بهتر هست، همیشه شناخت بهتر، خرد بهتر و قدرت تصمیم گیری بهتریه، قدرت تشخیص بهتریه. و این هدیه‌ای که امروز به من تقدیم شد، چون من امروز عاشق خودم بودم. و وقتی اینو میگم متاسفانه هنوز به دلیل برنامه ریزی های قبلی، به قول حسین اوراق، به قول برنامه ریزی های قبلی، اون برنامه هایی که تو کلت کردن، برنامه تو کلت کردن، تو رو مثل یه برد تربیت کردن به زبانهای مختلف، به اشکال مختلف، برنامه‌های مختلف که برای خودشون هم خوب نبود ولی فکر میکردن این راهشه. Fuck that all of نه رسالت تا پشت خشمته. آره رسالت تا پشت خشمته. آره خشم یکی از اون دیواراییه که باید ردشون کنی. رسالت تو پشت خشمته، رسالت تو اون پشته. میبینی خشم در من زنده است. خشم استوار، شعله گذار، شعله پردازشگر، شعله رقصنده. من خود آتیشم و این قابلیت منه. yes من خود آتیشم. و این به این معنی نیست که خاک، آب و بادی ایوان. لطفاً لحظه ای گوش فرا دهید. نفس عمیق، بازدمی عمیق. میوه کاجی در دستانی، ما دنبال تو هی میگردیم، تو میگروزی و سرمستان، تو جا میگذاری ما را در راه و ما بعضی وقتا تو رو بینیم در خواب. تو کیستی؟ چرا این گونه رفتار میکنی؟ او پاسخ داد من نیز آنی هستم که همیشه با او زندگی میکنی. رفتار من سبب افکار توست و من
با رفتارم به تو گوش زد میکنم چگونه فکر کنی و اگر میمانی چون نمیخوای آنگونه فکر کنی. اون همیشه داره حرفشو میزن، اون همیشه داره مسیر رو میگه. اگر جا میمونی چون خودت نمیخوای، نه اینکه اون نمیگه. میدونی چقدر زیبا، چقدر زیبا، شگفتی، شگفتی، هر لحظه، هر ثانیه، هر جا، با هر نفس. این زندگی خود معجزه است. یا علی، 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 علی و علی در ذهن من به عنوان پدرم جای داره. علی، منم حسین ابن علی علیه السلام. آری، مگه میشه آخه؟ ببین مگه میشه که من، وای خدایا، خدایا خواهش میکنم، خدایا آدمهای زندگی من دقیقاً اسمشونن، دقیقاً اسمشونن، واقعاً اسمشونن. آدمهای زندگی من دقیقاً اسمشونن. پدرم علی، اما عزیز دل. مادرم معصوم، معصوم. و دلم میخواد بعدش بگم و مظلوم، ولی مادر من دیگه مظلوم نیست، دیگه مظلوم نیست. امروز به من میگه خیلی خوشحالم از این که میتونم حرفمو همیشه بزنم و حقمو همیشه از هر آدمی بگیرم و به بهترین شکل این کارو میکنم. نه به این معنا که حق منو بدید، نه، به این معنا که حق من، لطفا حق من رو به من بدید، حق من رو به من بدهید. و من میپرستم. مادرم یک فرزانه است، مادرم یک فرزانه است و من حسین، حسین حسین، 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 حسین. و ببین که چقدر حسینا حسینن، ببین که چقدر حسینا حسینن، ببین که چقدر پارسا، 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 پارساها پارسا. و محمد رضا، و محمد رضا. ببین اصلا محمد رضا که میگی اصلا شعله، نمیدونم این به خاطر شعله خودم یا به خاطر شعله محمد رضا. و میدونی آدم ها اسمشونن و من واقعا میپرستم این زیبایی رو، میپرستم این همه تلاش، اصلا این همه. ببین چقدر بامزه کار میکنه دنیا. من الان دارم از یه کوچه مثلا شاید بگم مثلا با 5 متر عرض دارم رد میشم و یه جوب وسطه و برگای پاییز و یه دونه رگولاتور در قفس و صدای گاز و آفتاب که الان به شکل چراغ خودشو داره نشون میده و درخت‌ها و
دیوار کوچولویی که و یه صدای اینقدر زیبا، یه سگ بو 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 و یه دختر میگه آه و سگ دیگر میگه اوه 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 اوه. و اینجا روی دیوار مثلا نقاشی ماهی تقریبا کشیده شده و رنگش رفته به شکل عجیبی خودشون نشون میده و در این سمت دیوار چپ من گل و گیاه و علف‌های اینجوری مثلا با مثلا چیه و به و من گوشی رو دارم یه جوری تکون میدم انگار شما مثلا دارید میبینید این تصویر رو، ولی من که فیلم نمیگیرم. من واقعا خوشحالم. من واقعا از این که توی این زندگی فرصت زندگی کردن دارم خوشحالم. نگاه کن که چقدر زیبا برای چیدن، ببین چقدر خوشگله، ببین چقدر خوشگله، ببین درخت ها رو چقدر خوشگله و چقدر نماده و چقدر صبره. ببین درخت خود صبره، صبر، استوار، میتونی بهش تکیه کنی، میتونی بغلش کنی، بهت خیر میرسونه، بهت خدمت گذاری میکنه، هیچی هم ازت نمیخواد، هر چی هم که بهش بدی رشد میکنه، با هر چیزی خودشو سازگار میکنه و چون کارش رشده، کارش استوار بودنه، کارش ریشه دووندنه، کارش اینه که ریشه بدونه. این کارشه و نمیتونه کارش رو انجام نده. همونقدر که یک تیر برق فقط نظاره‌گره و فقط تو رو روشن میکنه. همین، عاشقته، تیر برق عاشقته. سلام عمو، شبت خیر باشه عزیزمی. تیر برق عاشقته و نگاه کن که آسفالت خیابون میپذیره تو رو، در هر صورتی تو رو میپذیره، هر شکلی که باشی تو رو میپذیره، تو رو میپذیره، تو رو قبول میکنه. و نگاه کن که گاردریل فقط از تو محافظت میکنه که نیفتی، که چیزی نشه و مسیر رو برای تو مشخص میکنه، به تو میگه کجا بری و تابلوهای راهنما، ایست، حرکت از راست، حرکت از چپ، عبور عابران پیاده. ببین که همه چیز داره به تو خدمت میکنه. و نگاه کن که ماشین گشنه راه، گشنه سوخت، گشنه توجه و چراغ دلته میبرتت با سرعت، با دقت، با نهایت زیبایی. حتی اگر هر چیزی هست، حتی اگر یه پیکانه، حتی اگر یه فلوکسه، حتی اگر یه پراید، حتی اگر یه XS ماشینه، حتی اگر 206، حتی هر چیزی، اصلا مهم نیست چیه، اصلا مهم نیست چیه، داره به تو خدمت میکنه در ازای توجهی که بهش میدی، مالی که بهش پرداخت میکنی، به تو خدمت میکنه و این خدمتش هم بی‌منته. اگه بهش برسی، اگه کارهایی که باید برای سلامتش انجام بدی رو انجام بدی، بهت خدمت میکنه. نگاه کن که پکیج خونت که داره خونت رو گرم میکنه، نسخه کوچیک شده موتور خونه ای که ما آدما تونستیم با ذهن زیبامون خلق کنیم تا جای کمتری اشغال شه. و نگاه کن که شخصی سازی میشه، نگاه کن که شخصی سازی شده.
از جمع، از ساختمون، از جا، از فضا زده شده و تنها به اجبار مورد استفاده قرار میگیره که تو اگر دیگه یه واحدا بیشتر میشن از یه حدی، اگر موتورخونه نذاری خیلی خرجت بیشتره، پس موتورخونه میذاری. نگاه رو نگاه کن، خرج، مال، چیزی که بی نهایت ما راجبش سردرگمیم، اصلا نمیدونیم چیه. هر کاری بعضیامون میکنیم براش، هیچ کاری بعضیامون نمیکنیم براش. یه سریا خیلی اون کاری که دوست داریم براش انجام بدیم و انجام میدیم، یه سریا خیلی دوست داریم، یعنی خیلی کار میکنیم اون کاری رو که دوست نداریم براش انجام بدیم. دوست نداریم برای پول یه کاری رو انجام بدیم ولی داریم انجام میدیم. خیلی دوست داریم یه کاری که داریم برای پول انجام میدیم ولی چرا داریم برای پول انجام میدیم؟ اصلا سوال رسالت تو پشت خشمت هست، اونجایی که مچ خودتو میگیری به قول سالار. و ببین که سالار شیر اصلا و من اگریسیوم، واقعا هستم و این اگریسیو بودن رو بعضی جاها خیلی آروم نشون میدم. سلام، شب بخیر. و این زندگی بی نهایت زیباست. من کلی سوال دارم. بذار سوالامو بگم. مثلا وایسا صبر کن، بذار من سوالامو بگم. فقط من الان در حالتی هم که یه دست در گوشی و آب، دست چپ در کیف رو بر روی دوش و بعد دست چپ گوشی، دست چپ بطری و دست راست بطری و آبی گوارا نوشید. خدایا از تو سپاسگزارم. سوال: چرا اون موتوری رد شد من اینجوری نگاه کرد؟ چرا حراج؟ چرا الان من باید حق تقدم رو از یه پراید بگیرم؟ چرا اون داره در رو میبنده؟ چرا چراغ ماشین روشنه؟ چرا اون ماشین وایساده؟ چرا اون یکی ماشین؟ ببین چقدر سوال. چرا آسمون؟ چرا ستاره؟ چرا نور آبی ستاره؟ چرا نور زرد ستاره؟ چرا نور تقریبا سفید ستاره؟ و کلن چرا؟ چرا آدم ها با هم حرف میزنن؟ چرا آدم ها با هم رفیق میشن؟ چرا آدم ها با هم توی مسیر میرن؟ چرا آدم ها تو مسیرن؟ چرا آدم ها حرکت میکنن؟ چرا آدم ها چرا آدم ها اومدن اینجا واقعا چیکار کنن؟ واقعا اومدیم ما اینجا چیکار کنیم؟ ما از بیرون چقدر راحت میفهمیم که مثلا کلاغا چرا اینجا. شاید چقدر راحت که نفهمیم ولی بالاخره میتونیم یه درکی بکنیم. چرا روباها اینجا؟ چرا سگ؟ چرا شیر؟ چرا خر؟ چرا مثلا عقاب؟ چرا مثلا ققنوس؟ چرا مثلا آیا اینا واقعی هن اصلا؟ چرا یه سریاشو میگیم ساخته خیال؟ مگه واقعیت پیدا نکردن؟ مگه واقعا ققنوس پر نمیزنه؟ شاید دیده شده نباشه با چشمای فیزیکی ولی دیده شده است. همه ازش یه تصویری داریم، همه، و میتونیم الان مثلا تصور کنیم که مثلا اینجا روی این ماشینه که رد شد نشسته بود و بالاشو باز کرده بود. میتونیم این کارو بکنیم. پس میتونه واقعیت داشته باشه. یعنی منظور من اینه که
من امیدوارم که اون چیزی که ما فکر میکنیم تبدیل به واقعیت بشه. اون چیزی که ما فکر میکنیم. ما راجع به زندگی چی فکر میکنیم؟ شاید همون واقعیت زندگیمون رو رقم میزنه. درست میگی آقای اورا، کاملا درست میگی حسین جان. واقعیت زندگیمون رو رقم میزنه. واقعیت زندگیمون رو رقم میزنه همون. و ببین اینجا نوشته خاکی شو قبل از آن که خاک شوی. واو واو اوه خدایا، یعنی چی؟ خاکی باش. نه خاکی شو. نصیحت نیست، پیشنهاده. خاکی شو و ببین چقدر پیشنهاد بهتر از نصیحت کار میکنه. خاکی باش فرمانیست و فرمان بی نهایت موثره اگر مهم باشه که زنا نکن. 10 تا فرمان. به مال و ناموس همسایه چشم نداشته باش. شهادت دروغ نگو. از خدات غافل نشو. خدای تو خالق توه و اون اصل نه فرع. نه اصل. و ببین که در کوچه 19 این اتفاق میفته. همونطور که مرد 1000 ساله مانده در چاه به یوسف کودک گفت که راز هستی در دستان توست. ببین چند انگشت داری؟ یوسف گفت 5. پیرمرد گفت چند بند است هر انگشت تو را؟ و یوسف گفت 14. و نگاه کن که اگر جمعش کنی میشه 19. و نگاه کن که جمع 19 میشه 1. اصل. بطری رو نتوانستم در سطل بیندازم. اصل. و ببین چقدر زبان زیباست. زبان خیلی زیباست که هر چیزی که توش وجود داره معنیشو میدونی. تو میدونی حتی اگر الان فراموش کردی که معنی سترگی یعنی چی مثلا، که معنی حتی چیزهایی، حتی زبانهایی که اصلا زبان الان تو نیستن. تو میتونی حس پشتشو متوجه شی اگر توسط یک انسان داره گفته میشه. تو میتونی این کارو بکنی و من واقعا دوست دارم همین الان که دارم این حرفو میزنم این کارو بکنم. برم مثلا یه پادکست، حالا پادکست فرانسوی مثلا گوش بدم ببینم چیه. مثلا حتی اگر حالا 2 ساعتش هم نشد گوش داد که شاید بشه گوش داد. البته اگر مثلا 2 ساعت
چیز باشه نمیدونم. ببین مثلا به این چیزا دیگه واقعا دوست ندارم فکر کنم که مثلا این کاری که دارم میکنم مفیده، اون کاری که دارم میکنم مفیده، چه کاری که دارم میکنم مفید نیست. نه من فقط میخوام یه چارچوب برای خود، برای اصل، برای اون نور یه چارچوب درست کنم که ازش در برابر ناپاکی، ازش در برابر فرع، ازش در برابر چیزی که اصل نیست محافظت کنم. من دارم توی یه دونه زمین بی انتها دارم راه میرم. نگاه کن که زمین بی انتهاست. نگاه کن که تو با همین پای پیاده و کوله بر دوش میتونی کل دنیا رو تمام عمرت صرف کنی و سفر کنی و ببین که آیا دوست داری این کارو بکنی و واقعا برو اون کارو انجام بده. اگر تو به اصل وصلی، دغدغه شب تو نداری، دغدغه غذا تو نداری، مثل کلاغا رفتار میکنی، مثل شیرا رفتار میکنی، مثل جغد رفتار میکنی، مثل روباه رفتار میکنی. باید رفتار کنی. تو انسانی، تو حق داری که کار کنی، انجام بدی، حقشو داری. اصلا برات نوشته شده که تو میتونی این کار رو انجام بدی. وسط سینته میتونی حسش کنی، میتونی حس کنی. آتیش درون تو میتونی حس کنی. بالای معده نگاه کن. معده چی کار میکنه؟ معده میسوزونه. اون چیزی که میاد توشو میسوزونه. برای تو بهت داره خدمت میکنه. آلودگی به جا نمیذاره. اون چیزایی که به نظر تو انسان آلودگی میان، برای خیلیا خیرن. همون کوده، همون میره تو زمین، مواد منقضی، اون موادی که بدن تو اون لحظه احتیاجش نداره. دلیل بر این نیست که درخت‌ها هم احتیاجش ندارن، دلیل بر این نیست که خاک هم احتیاجش نداره، دلیل بر این نیست که قارچ‌ها هم احتیاجش ندارن. نه، اونا رو رشد میده ولی تو رو رشد نمیده. و ببین که چقدر زیباست. ولی ببین که ما داریم چیکار میکنیم. ما دیگه فضولاتمون چیزایی نیستن که میرن تو فاضلا. ما دیگه فضولاتمون تمام سیاره رو گرفته، حتی دور سیاره هم گرفته. البته اون چیزایی که به نظر اول فضولات میان در واقع همون چیزی هن که از قبل هم وجود داشت، فقط اون شکلی ترکیب نشده وگرنه وجود داشت. همیشه همه این چیزها رو ما تو زمین در آوردیم و تو زمین گذاشتیم. ولی به چه شکل؟ آیا به زمین خدمت میکنه اون چیزی که ما گذاشتیم؟ آیا یک جعبه کوچک پنیر گردویی کنار درخت به درخت خدمت میکنه؟ نه، نمیکنه. ولی تابلوها دارن به تو خدمت میکنن. تابلوها خیلی زیبا، تابلوها دارن به تو خدمت میکنن. رنگ داره به تو خدمت میکنه. رنگ آلودگی نیست، رنگ جذب میشه. رنگو از تو طبیعت در آوردی، غلیظش کردی، یه سری مواد آوردی، یه جوری ترکیب کردی، به این نتیجه رسیدی. رنگ تو طبیعت وجود داشت، رنگ سفید تو طبیعت بود و تو رنگ سفید رو از تو طبیعت به دست آوردی برای کارآمدی. ببین که ما آدما استفاده میکنیم و همه چیز داریم استفاده میکنیم و این خیلی زیباست، خیلی زیباست. ما توانایی گرفتن هر چیزی و تحویل دادن یه چیز خیلی خفن داریم. ما تواناییشو داریم، هر کدوممون که بخوایم تواناییشو داریم. و من امروز در دانشگاه برای اولین بار پروژه گرفتم. ترم سوم برق توی یه دونه دانشگاه که اسمش پارسه، دانشگاه علمی کاربردی، که واقعا من امروز متوجه شدم بی نهایت زیباست. سبزی رو درونش دیدم، بی نهایت رشد رو درونش دیدم واقعا دیدم. استادمون بهمون گفت که مهم نیست کجایی، به هر جا که میخوای میتونی برسی. امروز دقیقا همینو گفت شما فکر نکنید. گفت یکی از من سوال پرسیده میتونیم از اینجا هم مثلا بریم مثلا MIT، از اینجا هم مثلا نه دقیقا چی پرسیده بود؟ مثلا چرا ما میتونیم مثلا از اینجا بریم شریف، از اینجا بریم علم و صنعت، از اینجا بریم مثلا دانشگاه هایی که توی زمینه های خاصی خیلی بالان، خیلی
پربازدهن، مفید واقع میشن، خدمت میکنن واقعا. ببین ما هم میتونیم بریم اونجاها. خب اونجا کسایی میرن که واقعا لایق اونجا، واقعا لایق اونجا. نه به این معنی که کسایی که نمیرن اونجا لیاقتشو ندارن اونجا باشن، بلکه لیاقت اونها شاید جای دیگه ایه، شاید اصلا مسیر اونها این نیست. حالا میشه اونوریم رفت، ولی بزنیم اول این وری بریم. که گفت من به اون فرد گفتم معلومه تو از همینجا میتونی بری MIT. چرا؟ چون تو اینترنت داری. اینترنت یکی دیگر از وسیله هایی که انسان ها باهاش یا زندگیشون رو میسازن یا زندگیشون رو به تباهی میبرن. و ببین چقدر بازه انسان ها گسترده است، ببین چقدر انسان ها رنج دارن، ببین که یه سری از انسان ها اومدن و خدا بودن، نمایی از خدا بودن، که امروز سالار به من میگفت من میشستم خون گریه میکردم، میفهمیدم، از خود بیرون میومدم و نگاه میکردم و متنفر حالم از خودم به هم میخورد. نه اینکه از خود متنفر شدم، نه، حالم از خودم به هم خورد. و بعد 2 بال در آوردم و پر زدم و پر منو سود کرد تو آسمون. دقیقاً چیزایی که گفت. و نگاه کن که تو بال تو حس میکنی. و اینجا همکنون من یه مجسمه، یه تابلو میبینم که دوست دارم همینو عکس، همینو گذاشتم به عنوان کاور این اپیزود. پس دیگه جمله اول که گفتم شاید از گوشی خارج نشی نقص خواهد شد. معلومه که خارج میشی، اصلا باید خارج شد. چرا باید خارج شد؟ که خاکیشی قبل از اینکه خاک شوی. وای خدای من، مگه میشه؟ تمام چیزایی که نیاز دارم تو مسیره، همش. هر چیزی میخوام میاد، هر چیزی میخوام میشه. Are you okay? Why? Yeah. Fuck that okay. رسالت تو پشت خشمته. تا کی میخوای با خشم باشی؟ و نگاه کن که گرد و خاک و فردی آروم، جاروکش، ماشاءالله. سلام داداشم، حالت خوب عزیزم؟ شبت بخیر باشه. داداش گرسنته؟ یه لحظه به من اجازه بده. بفرمایید عزیزی. دست در نکنه. میشه جونت، قربونت دارم. همه دارم به من خدمت میکنم، چرا من نکنم؟ چرا من خدمتگزار نباشم؟ جدی چرا نباشم؟ آقا من میدونی میخوام چیکار کنم؟ ببین از اینجا زندگی برای من این شکلی خواهد، چارچوبی برای اصل. من میخوام از این اصل حفاظت کنم، من میخوام نگهداری کنم از این اصل. پس یه سری کارا که میدونم نباید بکنم و نمیکنم. حتی اگر میکنم میدونم که میتونم نکنم، میدونم که میتونم این کارو نکنم، ولی الان دارم انتخاب میکنم که این کارو بکنم. حداقل این آگاهی رو دارم که میتونم این کارو نکنم، میتونم به یه چیزی فکر کنم ولی بهش فکر نکنم، میتونم این چیزی رو نگاه کنم ولی نگاه هم درگیرش نشه بعدم بهش فکر نکنم، نگاه هم بره ولی مچ خودمو بگیرم. بابا مچ خودمونو بگیریم، همین. حرفا رو بزنی ولی مچ خودتو بگیری، دروغه رو بگی ولی مچ خودتو بگیری، بعدش بلافاصله راستشو بگی، بلافاصله راستشو بگی. امروز
من گفتم آره آقا استاد. استاد بعد از اینکه یه پروژه بهم داد من بهش گفتم و گفت کلی میشه ازش پول در آورد و به عنوان مثال تو میتونی به عنوان کسی که پروژه این فعالیت رو میگیره بری و پروژه رو دریافت کنی، ایمیل بزنی پروژه رو دریافت کنی و تو فقط یه مقداری از میدونی تو لازم نیست پرفکت شیتاش شروع کنی. معنای حرفش این بود تو لازم نیست اصلا پرفکت. تو اصلا چرا میخوای کامل؟ اصلا من میشه کامل بود، میشه کامل بود، میشه همه چیز شامل شد ولی هیچ وقت نمیشه کامل شد. دایره میشی ولی دایره نمیشی. چرا من فکر میکنم دایره نمیشی؟ چرا من فکر میکنم که نباید دایره شد؟ چرا فکر میکنم نمیشه دایره شد؟ مگه این سدلاشخال نتونست دایره باشه؟ مگه میشه سدلاشخال تونسته دایره باشه؟ چرا من نباشم؟ سدلاشخال دایرهش اونقدر شده ولی چرا من دایرم اونقدر باشه؟ و نگاه کن سدلاشخالایی که دایرن با سدلاشخالایی که چارگوشن با سدلاشخالایی که مستطیلین فرق دارن. آقا مگه میشه؟ سدلاشخالای بیزی، سدلاشخالای حتی مثلا مستطیلی، نمیگم مستطیل که دیگه بالاخره هرم دیگه معناش متوجه است، ولی میدونی چرا اونا تونستن شکل باشن و من نتونم خودم رو شکل بدم؟ ما تونستیم اونا رو شکل بدیم ولی خب اونا شکل شدن بالاخره. و ببین نماد پشت هر شکل چیست؟ میخوای چجوری باشی؟ در نهایت تو همه جورش هستی، فقط دوست داری کدوم رو انتخاب کنی. حتی میتونی 2 ثانیه این باشی 2 ثانیه اون باشی، 2 ثانیه از این بگیری 2 ثانیه از اون بگیری، از این قرض بگیری از اون قرض بگیری. چرا؟ چون میتونی بفهمی هر چیزی رو متوجه میتونی بشی، حتی بدون اینکه با ذهن متوجهشون بشی. و ببین چقدر نگاه، چقدر آدم ها، چقدر مسیر مختلف. ببین که چقدر نگاه میشه تو رو به جاهای مختلف خونده میشه، تو همه اون کارا رو میکنی ولی الان یه کدومش رو انتخاب میکنی. تو میتونی همه اون کارا رو انجام بدی و بعدش یه چیزی رو انتخاب میکنی. و اگر تو یادت رفته باشه که اصلا تو اصلا برات مسئله نباشه که تو اصلا برات مسئله نباشه که خب تو همه کارا رو میتونی بکنی و همه کارا رو بدون اینکه بفهمی میتونی انجام ندی انجام بدی. برای همینه که فرهنگ ساخته شده، برای همینه که به عنوان مثال حالا مثلا مذهب ساخته شده، به عنوان مثال دین ساخته شده، به عنوان مثال فرمان یاده شده، به عنوان مثال ذکر شده باشه که تو چیکار بکن چیکار نکن. و ببین که ما در دام آزادی خیالیمون، واقعا خیالیمون، میدونی چقدر در اون دام گیر افتادیم و هر کاری که دلمون میخواد داریم، واقعا داریم هر کاری که دلمون میخواد میکنیم. نگاه کن که یه آدمی رو همین الان میتونی پیدا کنی که مثلا میلیونر شده. همین الان میتونی یه آدمی رو پیدا کنی که مثلا کل عمرش درویش بود. همین الان میتونی یه آدمی رو یه مثال براش بیاد که کل آدم برای خانواده‌اش کار کرد. همین الان میتونی یه آدمی رو به عنوان مثال بیاری تو ذهنت که مثلا تجاوز کرد. همین الان میتونی یه آدمی رو بیاری تو ذهنت که به عنوان مثال قتل کرد. همین الان میتونی یه آدمی رو بیاری تو ذهنت که تمام اطرافیانش رو اذیت کرد و خودش هم اذیت کرد و دور و بریاش هم از دستش آسیب بودن و در نهایت زجر مرد. چطور زجر؟ در نهایت زجر مردی. چرا در نهایت زجر مردی؟ چون هیچ وقت خدمت نکردی. هیچ وقت مسئله نبود برات که خدمت کنم. هیچ وقت برات مسئله نبود که خدمت کنی و خدمت نکرده مردی. دردناک نیست؟ اگه خدمت نکنی که بهت خدمت نمیشه. دردناک نیست؟ هست.
معلومه که دردناکه چون باید دردناک باشه، چون قلب من میفهمه دردناک بودن، چون قلب من متوجه میشه. و من امروز هدیه گرفتم از خدا. امروز واقعا از صمیم قلب احساس قدردانی دارم که من یه سفری رو اومدم، واقعا یه سفری رو اومدم و من دارم هر روزی رو نگاه میکنم یه سفری دارم، ولی بعضی روزا متوجه نیستم که دارم یه سفری میکنم. بعضی روزا فکرم دست خودم نیست و یادم میره، ولی بلافاصله بعد از اینکه یادم میاد یاد خودم میندازم و من این معجزه‌ایه که دارم از مدیتیشن دریافت میکنم. مدیتیشن به من فرصت اینو میده تا من متوجه چیزهایی که توی زندگی میفتن بشم، چیزهایی که میان متوجهشون بشم، درک و شناخت و دانش و قدرت تصمیم گیری، قدرت توجه، قدرت انتخاب و همه این چیزا هی بزرگتر، هی بیشتر، هی بیمرزتر، هی میرن گسترش و این گسترش به معنای این نیست که این قلمرو منه و قلمرو شما نمیتونه جزء قلمرو من باشه. نه، گسترش، فقط گسترش و همه آدم ها هم این گسترش رو میپذیرن که من اصلا با اینجا کاری ندارم، فقط از اینجا دارم میفهمم. اینجا مال من نیست، تو هم همون قدری که من سهم دارم سهم داری. نگاه کن که فضا کم نیست. نگاه کن که اگه من بفهمم تو هم بفهمی، تو ضرر نمی کنی، من هم ضرر نمی کنم. نگاه کن که اگه من متوجه بشم تو هم متوجه بشی، به جفتمون خدمت شده. نگاه کن. ولی یه سری چیزا محافظت از اصله که اون کسی که مال من بود، حتی دیگه جوریه بگی مال من بود، ولی برای من اصلا وایسا یه لحظه صبر کن، یه لحظه همینجا صبر کن، مچ خودتو بگیره بده. یعنی چی مال من بود؟ میشه برای من مال من بود رو توضیح بدی؟ کی مال توه؟ دقیقاً چی مال توه؟ الان این حرفی که زدی دقیقاً برخلاف چیزیه که گفتی. مگه میشه مال من نداری؟ عرق داریم، وفاداری داریم، ارزش داریم، ستون داریم. و نگاه کن ما آدم ها چطور تونستیم خودمون رو از کف تا عرش ببریم. تعمق کن، نگاه کن به آدم ها و نگاه کن که من دارم همه این حرفا رو به خودم میزنم. نگاه کن که من و تو واقعا با هم هیچ فرقی نداریم. ببین من الان یه دونه هات چاکلت برداشتم و همین الان میتونم این هات چاکلت رو بخورم. واقعا جدی میگم، میشد این هات چاکلت رو خورد چون پر بود و مثلا تقریبا داغ بود، ولی خب مثلا میدونی من انتخاب کردم که این هات چاکلت رو نخورم. نگاه کن، اگه من میتونستم هات چاکلت رو بخورم، ای بابا مگه میشه؟ این موتوریه میتونه ترمز نگیره ولی میگیره. خب میگیره چون میدونه. خب چرا همه چیزا چرا اینجوری نه؟ چرا همه چیزا اینجوری نباید بشن؟ چرا راجع به این که تو بخوای چی بخوری باید انقدر فکر کنی؟ میدونی آقا، میدونی بابا، به خدا میدونی. اگه یادت رفته باشه، یادت رفته، فقط یادت رفته. آقا نگاه کن، خودشناسی میشه همه شناسی. خودشناسی همون همه شناسیه، همه چیزو داری میشناسی چون خود همه چیزه. ای بابا، خودشناسی. What is self? What is God? الهه چیه؟ خدا چیه؟ معشوق چیه؟ عشق چیه؟ جریان چیه؟ خدایا این آبو نگاه کن بابا، چقدر زیبا. من آخه چی بگم؟ خدایا نگاه کن، اصلا من چی بگم؟ نگاه کن مثلا این تابلو خوشگل، مثلا بوی چوب داره میاد. من چی بگم؟ بوی چوب میاد. چقدر زیبا. مگه میشه انقدر زیبا؟
ما بسیار زیبا. یوسف پیامبر به ملیسابو یه حرفی میزنه و میگه که، یعنی در اصل ملیسابو یه حرفی به یوسف پیامبر میزنه و بهش میگه که عاقل ندیدم که همنشینی که زندان را بر همنشینی بر زیبارویان ترجیح دهم. عاقل ندیدم که همنشینی با زیبارویان براش کمتر از زندان ارزش داشته باشه. زندان ارزش بیشتری داره تا اینکه بخوام با تو باشم، تویی که گناهی. و نگاه کن که زلیخا در اول عشقش هوس بود، ولی هرچه بیشتر میگذشت شفقت‌های بیشتری از سمتش زلیخا دیده میشد و عشق اون خالص‌تر میشد. نگاه کن که بسیار کثیف، نمیشه گفت کثیف، بسیار هوس آمیز و شاید واقعا هوس آمیز کثیف. نگاه کن امروز سالار به من یه چیزی گفت نگاه نکن اون دختری که فکر میکنی فاحش است و اینطور قضاوتش میکنی، اونه همون یه چیزی شاید در دلش هست که من هیچ وقت دستم بهش نرسه، تو هیچ وقت دستت بهش نرسه. و نگاه کن که یک ویتر مؤدب وایستاده و داره سفارش میگیره، شاید اون چیزی تو دلش هست که تو هیچ وقت دستت بهش نمیرسه. شاید یه پیرمرد که داره همین الان از جلوی رود رد میشه چیزی تو دلشه که ممکنه هیچ وقت دست تو بهش نرسه. چرا؟ به خاطر اینکه توانایی در همه هست، به خاطر اینکه امکانش همیشه و همه جا وجود داره، به خاطر اینکه ممکنه، به خاطر اینکه میشه. اونم میتونه اینطوری باشه، و این زیباست. ما همه امکانو داشت، همه امکانشو داریم، همه ارزششو داریم، همه لیاقتشو داریم. مادر عزیزم، مادر فهیم و فرزانم، مادر عزیزم، مادر بزرگوارم، مادر صبورم بهم زنگ زد، مادر قدرتمندم، مادرم قدرتمند در قدرتش ایستاده و این بی‌نظیره. من میپرستم خدایی رو که این چنین به انسان‌ها یادآوری میکنه که کی هستن. و نگاه کن که هی مادرم رو میبینم در حال رهاتر. و من آدم‌های زیادی رو میبینم. ما آدم‌ها بعضی وقتا نگاه‌های عجیبی نسبت به هم داریم. ما آدم‌هایی که داریم توی این زمین زندگی میکنیم، این زمین ملک ماست و ما داریم توی این زمین زندگی میکنیم، ولی بعضی وقتا نگاه‌های عجیبی نسبت به هم داریم، همدیگر رو یه جورایی خاصی قضاوت میکنیم و هر موقع که یه ظاهری از یه آدمی رو میبینیم یه جور قضاوتش میکنیم، یه جور نسبت بهش فکر میکنیم و نگاه کن که چقدر این کار بیفایده است. سلام، خوبی داداش؟ یه دونه آب به من میدی؟ آب. بفهم.
2005 خدا یه رمز کارت ممنونم ازت. شبت بخیر باشه عزیزم. و نگاه کن که حتی منم این آدم رو یه جوری ممکنه قضاوت کرده باشم. ممکنه منم فکر کنم ببین چقدر خیر و برکت. همین الان یه آش دارم میبینم که توی یه دونه پلاستیک گذاشته شده و برای یه نفر گذاشته شده که بخورتش، و چون من نمیخوام اینو بخورم میذارمش اونجا، چون میدونم اون در نهایت به دست فرد درست میرسه. من تلاش نمی کنم اونو بردارم و ببرم به فردی که فکر میکنم درسته بدم. نه، تلاش من بیهوده است. اون اونجاست که تو ببینیش. همین، تو ببینیش. لازم نیست هر چیزی میبینی دست بزنی، قرار نیست هر چیزی ببینی دست بزنی. به اون لحظه که اصل تو میاری بیرون از اون چارچوب، بهش آسیب میخوره، بهش کثیفی وارد میشه، بهش آلودگی وارد میشه. ببین که اگه اصل تو همیشه پاکیزه نگهداری، همیشه پاکیزه خواهی بود و لازم نیست هیچ کار دیگه ای بکنی. و لازم نیست هیچ کار دیگه ای بکنی. لازم نیست. مهم نیست. برای کی؟ برای چی؟ هیچ هدف دیگه ای غیر از این داری که هر چیزی که دلت میخواد برات اتفاق بیفته؟ هر چیزی که برات خوبه اتفاق بیفته؟ نه. دلت میخواد؟ نه. من اصلا نه. اتفاقا چون دوستت دارن نمیذارن اون چیزایی که دلت میخواد برات اتفاق بیفته. ولی تو میتونی به درجه‌ای برسی که هر چیزی که دلت میخواد برات خوب هم باشه. هر چیزی که دلت میخواد همون چیزی باشه که اصلت برای تو دلش میخواد. اصلت برای تو اون شکلی دلش میخواد و تو هم دقیقا همون شکلی برای خودت میخوای. چرا آقا چرا این همه اشتراک بین خود و خدا وجود داره؟ این همه چی گفتم؟ اشتراک منظورم بود، هر چی گفتم. خدای شکرت برای آب. هر قطره آبی که من توی این زندگی خوردم از این دنیا اومده. من ممنونم از دنیا برای هر قطره آبی که خوردم. ممنونم. هر قطره آبی که خوردم تمام این دنیا به من داد. من نمیدونم آب چطوری اومده روی زمین. شاید هیچ وقت هم متوجه نشم. شاید هم میدونیم همین الان، فقط من یادم رفته یا من هنوز بهش دسترسی ندارم و جستجوش نکردم. ولی هر شکلی که روی زمینه از این دنیا اومده و من نمیدونم این دنیا چه شکلی. چقدر بد مگه میشه؟ خب شاید لازم نیست. شاید توانایی این جسم نیست. شاید نیست واقعا. شاید اگه این آگاهیه که توی این جسمه یه جای دیگه باشه بتونه بفهمه، بتونه درک کنه، بتونه ببینه. شاید بتونه ببینه واقعا. شاید که چرا؟ شاید چون قطعاً چون فقط یه انرژی واحده و به شکل‌های مختلف خودشو نشون میده. همه چیز یه انرژی واحده که داره به شکل‌های مختلف خودشو نشون میده. آره، من مهم نیست اثبات این موضوع. همه چیز یه چیز. هیچ چیز خارجی وجود نداره. مچ خودتو بگیر و اگر نگاهت رفت نگاهتو برگردون به کسی که داره نگاه میکنه. کسی که داره نگاه میکنه واقعا دوست داره اینجوری نگاه کنه یا نه؟ کسی که دوست داره به هیچ عنوان این شکلی نگاه نمیکنه.
چرا؟ چون میدونه که این شکلی نگاه کردن چه ضررایی برای اصلش داره. تو میدونی حتی اگه فراموش کردی. و من نمیدونم این جمله از کجا اومده توی ذهن. این جمله نیست که ذهن من بگه. و جملاتی که ذهن من میگن با جملاتی که قلب من میگن زمین تا آسمون فرق میکنن. مشخص فرقشون. خودت میفهمی فرق دارن. خودت متوجه میشی که این دوتا فرق دارن. و نگاه کن که تمام معلمانم روی من تاثیر دارن. نگاه کن که تمام آدم ها روی من تاثیر دارن. نگاه کن که تمام این دنیا روی من تاثیر داره. چگونه بودنش. چرا؟ چون همه چیز یکیه. وقتی همه چیز یکیه، همه چیز به همه چیز تاثیر میذاره. همه چیز به همه چیز وابسته است. ما به هم وابسته ایم بابا. ما به وجود همدیگه احتیاج داریم. به جسم همدیگه احتیاج نداریم. خدا، به جسم همدیگه احتیاج نداریم، ولی به وجود همدیگه احتیاج داریم. ما به وجودش احتیاج داریم. ما نمیخوایم بریم شب تا صبح بغل نونوا بخوابیم، ولی به نونوا خیلی احتیاج داریم و ازش سپاسگزاریم. ما نیازی نیست بریم از یه دونه پیک موتوری که داره بهمون خدمت میکنه. لازم نیست بریم پیشش بمونیم. لازم نیست باش رفیق شیم. شاید اگه تو مسیر بود شدیم، ولی ما به وجود هم دیگه وابسته ایم. خدای شکرت بابت آب. خدای شکرت بابت آب. خدایا مرسی بابت لبخند. خدایا مرسی بابت پله برقی داره بهمون خدمت. خدایا مرسی بابت این آقایی که روبرومه. حس کنم اسمش رضاست، نمیدونم چرا. شاید چون تصویری که از رضاها دارم این شکلی. رضا، نگاه کن، رضام آتیشه. رضا این چی میگم؟ از صبر و بردباری توشه. بخشش توشه، شفقت توشه. نگاه کن که 8 توشه. چقدر زیبا. همه چیز به همه چیز ربط داره. مگه میشه؟ یه سری پیامبرا بودن که با توجه به عدد بودنشون معناشونن. با توجه به عددشون. و ما لازم نیست بفهمیم که هر عدد دقیقاً چه معنایی داره. ما میدونیم. ببین هر کاری که میکنی فقط باید از اصل محافظت کنی. شاید نه دیگه از این مرحله گذاشتم که شاید قطعاً کاری که تو باید بکنی همینه که از اصلت محافظت کنی. خدای شکرت بابت حضور. نگاهت میره ولی مچ خودتو بگیر. اشکالی نداره اگه نگاهت میره. فقط تمرین این که مچ خودتو بگیری تمرین بزرگیه. مچ خودتو بگیر از هر فکری. اصلا هر فکری. او چقدر خوبه. او چقدر نگاهم کرد. او چقدر بد نگاهم کرد. اصلا چرا نگاه نکرد؟ ببین نگاه کن چقدر میشه سوال پرسید. اصلا مهم نیست. نه به این معنا که ارزشی نداره، به این معنا که چه شکلی بودنش مهم نیست. فقط بودنیم ما. آقا نگاه کن، ما فقط بودنیم. ممکنه 100 بار چشت بره ولی چشتو بدزدی.
100 بار ممکنه نگاهت بره ولی نگاهتو بدزدی، نگاهتو مچ خودتو بگیری. میدونی مچ خودتو بگیری خیلی کلمه این زیباییه. به به کسی داره میخونه. و اگه بازم چشت میره مچ خودتو میگیری. خدا شکر. این صداها همه واقعیه. همه این صداها هستن، همش واقعیه، همش قابل گوش دادنه، همش قابل گوش دادنه. چقدر زیبا. حتی میتونه نگاهت اونجا باشه ولی توجهت اونجا نباشه، اگر نمیخوای توجهت اونجا باشه. به سری وقتا نیازه که نگاهت اونجا باشه و توجهت دقیقا همونجا باشه. ببین ما فقط نیازه توجهمون رو هدایت کنیم. آقا آیا این تنها کاری نیست که ما باید بکنیم؟ آیا این کاری که ما داریم میکنیم تنها کاری نیست که ما باید بکنیم؟ زیباست، زیباست. هیچ راهی نیست کان را نیست پایان. غم مخور. وای خدایا، اصلا راهی نیست که بخواد پایان داشته باشه. اصلا راهی نیست که بخواد پایان داشته باشه. و میشه جور دیگه هم خوندش که همه راهایی هم که وجود دارن که ما فکر میکنیم جدا از هم دیگه، همه راهایی هم که وجود دارن همشون پایان وجود دارن. و ببین که در آن واحد یه چیز میتونه هم اون برش باشه هم این برش باشه. چرا نتونه باشه؟ نگاه کن. هیچ راهی نیست کان را نیست پایان. غم مخور. هیچ راهی وجود نداره که اون رو بخواد پایانی وجود داشته باشه، و یا هیچ راهی وجود نداره که اون رو پایانی وجود نداشته باشه. همه راهایی که هستن پایان دارن. همه راهایی که هستن یه پایان دارن و دقیقا میشه برعکسش رو متوجه شد، برعکسش رو هم فهمید که چرا این پول برداشتم و گذاشتمش اونجا، چرا با حال چرا با حال خودش رهاش نکرد. نمیدونم، من این کارو کردم دیگه. پولو برداشتم گذاشتم روی صندوق صدقه به جایی که بندازمش توی صندوق صدقه. نمیدونم چرا اصلا ورش داشتم، چرا اونجا گذاشتم، ولی خب دیگه همین دیگه. الانم دیگه ترجیحی ندارم نسبت بهش وقتی این کارو کردم، چون رفت تو گذشته دیگه، تموم شد دیگه. من به اون ثانیه بر نمیگردم، به اون لحظه بر نمیگردم. من نگاه کن که اون لحظه حال بود و الانم لحظه حاله. خیلی زیباست دیگه، خیلی زیباست. خدای شکرت بابت تمام این تجربه که ما اسمشو میذاریم زندگی. همونطور که حسین اورا میگه، معلمای ما روی ما تاثیر میذارن، ما هم دیگه ایم، ما روی هم تاثیر میذاریم، ما از هم دیگه یاد میگیریم. ما همین الان از همه اخبار هم دیگه میتونیم آگاه باشیم. من میتونم برم همین الان برزیل و با یه نفر زندگی کنم تا از احوالاتش باخبر باشم. اما اگر این کارو بکنم و یادم بره که به این آدم وصلم، باز هم نمیتونم.
نگاه کن که ما میتونیم متوجه همدیگه بشیم تا اونجایی که لازمه ها، تا اونجایی که بهمون انگار اجازهش داده میشه. از طرف کی؟ از طرف همون کسی که میدونیم اصله. تا اونجا از همدیگه شناخت پیدا میکنیم و بعدش متوجه میشیم و درک میکنیم و ترجیحی نداریم. میتونیم بفهمیم دلایل رو میتونیم بفهمیم: شناخت، درک، قدرت تصمیم گیری، دانش، آگاهی. همین 5 و 14. 5 و 14. چرا میگن 14 محسوب؟ چرا 5 تا چیز از اون میخوام؟ خدایا شکر شد. ممنونم. با همین مصرعی که شنیدم و دیدم این خروج رو به پایان میرسونم. هیچ راهی نیست کان را نیست پایان. غم مخور. گام بعد قیصریه.